این خاطره من خیلی اذیت کرد. من در عباس بودم، یه خانمی اومد پیش من مضطرب، خیلی مضطرب بود. گفت آقای دکتر من از یه چیزی ناراحتم. ناراحتیش اصلا جالب، بینندگان ببینن من چی میخوام بگم. گفت آقای دکتر با همسرم بحث کردیم، سر چیز معمولی، صدای جفتمون بالا رفت، صداشون خیلی بالاتر از من شد، ناراحت شدم، قهر کردم، تو اتاق درم بستم. بعد 2 ساعت گذشت اومد منو باز کرد، گفت خانم ببخشید دیگه تموم کنین اینا. گفتم برو بیرون. خیلی بد برخورد کردم. بیچاره رفت توی سالن خوابید. صبح بلند شد بره سر کار. خب خانم ولش کن، من دلم نمیاد همینجوری برم. گفتم میری بیرون یا پرت کنم بیرون، بدم میاد ازت. بیچاره شوهرم رفت. ببین دوبار معذرت خواهی به دلم چسبید. گفتم خب چقدر خوب شد معذرت خواهی کردم. ولی من جواب مثبت دادم. برنامه‌ریزی کردم نه برای چند روز آینده، همون شب یک شام خوب درست کنم و حالشو خوب کنم. متاسفانه همسرشون اینجوری خود خانم میگفت هیچ وقت به شب نرسید، چون حادثه بندر شهید رجایی تون انفجار به رحمت خدا رفت. میگه از مرگش انقدر ناراحت نیستم که از اون حالت کدورت ناراحتم. این حرف خیلی جالبه ها. میگه مرگ که حقه، بالاخره آدم باش کنار میاد، ولی از اون ناراحتم که چرا آشتی نکردم. اومد سراغم. یه روزی میخوای بری سر قبرم به خاکم بوسه بزنی. خب الان که خودم هستم به روی من بوسه بزن که امروز روزیه که تو باید به من توجه کنی. چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده، اکنون همانه.